تقدیم میکند. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم میکند. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. الآية. صدق الله العظيم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار عالم را سپاس میگوییم که برای من و شما توفیق عبادت و بندگی را ارزانی فرمود. بحث این هفته ما یا موضوع امروزی ما ارتباط به مسئله موسیقی و ساز و سرود از دیدگاه دین مبین اسلام و فقهای اسلامی می باشد. در هفته گذشته بحث ما ارتباط به زنا بود. امروز این موضوع را انتخاب کردیم چون به فرموده عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما که می فرمایند موسیقی و ساز و سرود مقدمه زنا هست. الغنا خطبه الزنا. مقدمه زنا و خطبه زنا ساز و سرود هست. چیزی که امروز در بین جامعه اسلامی در کشور من و شما به اوج خود رسیده. از هر تلویزیونی، از هر رادیویی، از هر کوچه و بازاری که انسان میگذرد این صدای شیطان فریاد میزند و مردمان را به سوی خویش دعوت میکند. اولا آیاتی که نسبت به ساز و سرود و ارتباط به غنا در قرآن عظیم الشأن آمده و بعداً احادیث مختصر خدمت شما بزرگواران به عرض میرسانم و نظریات فقها و مذاهب اسلامی را به خدمت شما تقدیم می نمایم که آیات نسبت به ساز و موسیقی چی نظر دارد، احادیث چی نظر دارد و امامان مذاهب چی نظر دارند. آیه‌ای که تلاوت شد الله تبارک و تعالی می فرمایند و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. بعضی از مردمان هستند که
سخن بیهوده را میخرند، لیضل عن سبیل الله، و مردم را گمراه میکنند و میگردانند از راه خدا. و یتخذونها هزوا، و سخن حق و قرآن را به استهزاء و تمسخر میگیرند. اولئک لهم عذاب مهین، برای اینها عذاب خار کننده و ذلیل کننده هست. شأن و نزول آیه مبارکه مختصرا اشاره می شود. جوانان عزیز به موضوع امروز خوب دقت کنند، چون امروز از طریق رسانه ها و تلویزیون ها و اینها موسیقی به عنوان غذای روحی معرفی می شود. حالا کدام موسیقی؟ آیا موسیقی هایی که امروز در تلویزیون ها و در رادیوها و اینها می چرخد همین موسیقی غذای روحی هست؟ همین که مرد فاسق و زن فاسقه بخوانن، به برقصن و رقص و پای کوبی داشته باشن، آیا همین غذای روحی هست؟ آیا همین فکر و اعصاب و روح و روان انسان را آرامش میدهد و برای انسان آرامش و آسایش میبخشد؟ آیا وقت ما بحث ما موسیقی هست، آیا همین انسان‌های به عنوان هنرمند معرفی میشوند؟ آیا در واقعیت اینها هنرمند هستند؟ پس این سروران عزیز و بزرگوار موضوع امروز را باید سر تا پا، خصوصا جوانان عزیز و نوجوانان گرامی، سر تا پا گوش باشند و متوجه باشند که این زهر را در حلقوم روحای خیش نریزانند و متوجه باشند که خیلی این مسئله بزرگ و مسئله مهمی می باشد. شأن و نزول آیه مبارکه، شخص به نام نضر بن حارث سفر می کند در سرزمین های فارس در صدر اسلام می آید و از اینجا همراه خود قصص و قصه ها و داستان های اسفندیار و رستم و وسایر قصصی که در او وقت و زمان نسبت به ملوک فارس بود، آن را همراه خود جمع‌آوری می کند و می برد در سرزمین مکه مکرمه. بعد از این که رسول معظم اسلام مردم را دعوت می کنند به سوی قرآن، به سوی کتاب و حکمت و اینها، نضر بن حارث هم می گوید محمد برای شما داستانهای عاد و ثمود را قصه می کند، بیایید پیش من هم برای شما داستانهای رستم و اسفندیار و شاهان ملوک فارس و اینها را برای شما قصه می کنم. در مقابل قرآن نضر بن حارث داستانهای را از هر گوشه جمع می کند و کنیزان را به ساز و موسیقی و به اینها مشغول می سازد تا مردم قرآن را رها کنند، بیایند در محفل و مجلس نضر بن حارث در اون رقص و پایکوبی و در ساز و موسیقی شرکت کنند. آیه نازل می شود در شأن نضر بن حارث: و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. کسانی هستند می روند لهو الحدیث و سخنان بیهوده را می خرند تا بیایند مردمان را گمراه کنند، به قرآن را به استهزاء و تمسخر بگیرند، اما بدانند که برای اینها عذاب خار کننده هست، برای اینها خیلی عذاب سختی می باشد. نسبت به این آیه مبارکه
بعضی از مفسرین که مجاهد شاگرد عبدالله ابن عباس می باشد می فرماید منظور از لهو الحدیث که در این آیه ذکر شده ساز و سرود هست. آنهایی که به ساز و سرود مشغول می شوند وقت خود را به ساز و سرود ضایع می کنند. این آیه مبارکه. آیه دیگری پروردگار عالم در سوره اسراء می فرمایند و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. از آیه چندین آیت هست که الله تبارک و تعالی داستان سجده کردن ملائکه و انحنای ملائکه نسبت به حضرت آدم را قصه می کند. هنگامی که خداوند برای ملائکه گفت آدم را سجده کنید، همه سجده کردند، کرنش کردند الا ابلیس. مگر ابلیس اباه ورزید، گفت اسجد لمن خلقت طینا، آیا سجده کنم کسی که او را خلق کردی از گل؟ تکبر کرد. یکی از عرفا چیزی با می فرماید از تکبر بین که استاذ ملک سنگ لعنت می خورد هر دم به سر. در اینجا وقتی که آیه طولانی هست اسجد لمن خلقت طینا قال ارائیتک هذا الذی کرمت علی، خدایا ای را تو عزت می بخشی، تاج کرمنار بر سر این میگذاری، پس برای من هم مهلت بدی. شیطان میگه خدایا برای من هم مهلت بدی. لئن اخرتنی لاحتنکن ذریته الا قلیلا، اگر تو برای من مهلت بدی من هر آینه ذریه آدم را گمراه میکنم مگر مردم اندکی را. شیطان قسم یاد میکنه در جای دیگر ولا اغوینهم اجمعین، هر آینه همه را گمراه میکنم. خدایا برای من مهلت بده، حالا که من رانده شدم، شیطان میگه حالا من رانده شدم برای من مهلت بدی. ولا اغوینهم اجمعین الا عبادك المخلصین، مگر توان من و زور من و قدرت من برای یک عده از انسان ها نمی کشد. سبحان الله. چی صلاحی دارن آنهایی که شیطان عاجز میمانه از گمراه کردن آنها؟ الا عبادك المخلصین، آنهایی که اخلاص مندن، اخلاص دارن. در این آیه نگفت شیطان که من علما را گمراه کرده نمیتوانم، صوفیان را گمراه کرده نمیتوانم، مشایخ را گمراه کرده نمیتوانم، کسانی که در هر مذهبی که هستن اونها را گمراه کرده نمیتوانم. این مسائل مطرح نمیشه. میگه ولا اغوینهم، همه را گمراه میکنم الا عبادك المخلصین، مگر آنهایی که اخلاص دارن، مخلصین له الدین. ادامه آیه می فرماید لاحتنکن ذریته الا قلیلا. خدای تبارک و تعالی می فرماید قال اذهب، برو دیگه، حال شیطان تو اختیار داری. قال اذهب فمن تبعك فإن منهم جزاء جهنم جزاء وفورا الى آخر. آیه می فرماید شیطان وارد می شود برای گمراه کردن انسان ها. حالا آله و اسباب گمراه کننده شیطان چیست؟ یک آله اش این آیه قرآن می فرماید که سر و صدای شیطان هست که مردم را جلب و جذب خود می گرداند. آن جلب و جذب چیست؟ ساز و آواز موسیقی را مفسرین در تحت این آیه می فرمایند که نسبت به صوتی که در این آیه ذکر شده اون ساز و موسیقی می باشد. یعنی شیطان زود انسان را به این وسیله چون مقدمه هست انسان را آلوده می کند. در جای دیگر قرآن عظیم الشان می فرماید، بحث خیلی بحث طولانی است، کوشش می کنیم مختصرا از روی هر کدام بگذریم. در جای دیگر در سوره نجم قرآن می فرماید افمن هذا الحدیث تعجبون،
و تضحکون ولا تبکون و انتم صامدون. افمن هذا الحدیث، آیا این سخنی که از جانب الله نازل شده شما تعجب میکنید؟ برای مشرکین صدر اسلام گفته میشه. زمانی که قرآن تلاوت میشد، مشرکین در جای دیگری ساز و تنبک و تنبور خود را میگذاشتند و با موسیقی سر و صدا میکردند تا کسی آواز رسول معظم اسلام را نشنود و مردم بیاین کنار ساز و موسیقی. شیطان خیلی کار میکنه. امروز هم اگر جای موسیقی باشه، کنسرت باشه، کسانی بیاین در اونجا ساز و موسیقی بنوازن، چقدر پیروان شیطان زیادتر و کثیرترند. چون خود شیطان گفت که من آنها را گمراه میکنن مگر گروه اندکی. خیلی کم جوانهایی هستند که از کنار موسیقی میگذرن، دست به گوش ها میگیرن و از اونجا عبور میکنن. یه جای ساز و موسیقی برپا میشود، ببینیم که به پایین سخن یک عالم، پایین منبر یک عالم چقدر انسان نشسته هست و پای یک موسیقیدان و رقص و سماع چقدر او را متوجه میشوند. پس به همین است عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما از جای میگذرد همراه نافع راوی این حدیث هست، میفرماید از جای تیر شدیم، شخص چوپان نی میزد، نی به دست داشت، نی می نواخت. عبدالله ابن عمر دستان خود را به گوشهای خود گرفتن، برای نافع گفتن هر زمانی که این صدا از گوشهای من دور شد برای من بگو که دستان خود را رها کنم. بعد از اینکه لحظات گذشتن، صدای نی از گوش عبدالله ابن عمر غائب شد. بعد از اینکه دستان خود را رها کرد، عبدالله ابن عمر گفتن که روزی همراه رسول خدا جای می رفتیم، رسول خدا صدای نی را شنیدن، انگشتان خود را به گوشهای خود کردند که صدای نی را نشنوند. سبحان الله، امروز چقدر سر و صداهای موسیقی های مبتذل به تلویزیون ها و به رادیوها و جوان مسلمان فرمایش میده موسیقی یک هندی، موسیقی یک کسی که او نه خدا داره، نه قرآن داره، نه اسلام داره، نه فردا هم امید بهشت. حالا جوان مسلمان فرمایش میده یک موسیقی خوندن هندی یا فلان اروپایی و اینها. کجا دیدیم که یک اروپایی و یا یک هندی خواندن افغانی بکنه؟ اما بدبختانه و متاسفانه یک موسیقی نواز ما قبل از اینکه بره و موسیقی اصیل کشور خود را بدانه و بفهمه، فوراً میبینیم که از یک اروپایی و از یک غیر مسلمان، از یک هندی، از او تقلید میکنه و بعد فعل و افعال به خوندنهای موسیقی و فرهنگ بیگانه را داخل کشور وارد میکنه. به همینه که قرآن عظیم الشان میفرمایه افمن هذا الحدیث تعجبون و تضحکون، آیا نسبت به قرآن تعجب میکنید و تضحکون و قرآن را وقتی میشنوید خنده میکنید، ولا تبکون آیات وعید و سخت و شدید را وقتی میشنوید گریه نمیکنید، و انتم صامدون، حالا که شما غافل هستید. در این آیه مبارکه بعضی از مفسرین میفرمایند که در تحت این آیه ابن عباس و اکرمه که از مفسرین میباشند میفرمایند و انتم صامدون. خود صامد آوازخوان میگویند، یعنی وقتی که صدای قرآن بلند میشد مشرکین مکه ساز و موسیقی و اینها را برا می انداختند تا اینکه مسلمان ها را از آواز قرآن منع کنند. امروز مسلمان ها به خوابند، اما دشمنان اسلام خیلی بیدارند، خیلی بیدارند. در تحت این هفته بعضی از کانال های تلویزیون را به خاطر این که بدانم که آیا موسیقی که در او جواز داده شده، یک قسم موسیقی جواز داده شده، آیا در تحت این تلویزیون ها و رادیوهای افغانستان هست
به خدا قسم یک لحظه ندیدم که موسیقی که به اون دف و نی و چنگ و ربابی که امام محمد غزالی رحمت الله علیه به او اشاره کرده در تحت این تلویزیون ها و رادیوها نبود. یعنی تمام موسیقی های مبتذل، موسیقی هایی که جمهور علما بر او حرام گفتن، امروز به خانه ها و دوکان ها و به اینها به پخش و به نشر میرسد. دشمن از این را وارد شده است. جوان مسلمان خوابه، زنگ میزنه که فلان موسیقی را برای من بندا، زنگ میزنه که فلان خواننده را بالاخره من انتخاب کردم. یا باید برای اون مسئولین رادیوهایی که در تحت این برنامه ها کار میکنن برای اونها گفته بشه که شما آیا از خدا نمی ترسید؟ آیا شما از این روزی که الله تبارک و تعالی فرموده اولئک لهم عذاب مهین، از عذاب خدا نمی ترسید؟ 3-4-5 رقم موسیقی و آوازخوان به رادیو می اندازن و بعد کسی جایزه داره که یکی را انتخاب بکنه که اسم این موسیقیدان و آوازخوان کی بوده و بعد جایزهش چیه؟ ای کاش جایزه او یک قلم، یک کتابچه، یک قوطی روغنی که اقلا لبان او چرب میشد. جایزهش بعد از این که این جوان از خدا بیخبر و از دین بیخبر زنگ میزنه که این فلان آوازخانه، جایزهش بعدن اینه که کدام خوندن را برای تو بندازیم به رادیو. این جایزهش هست. اولئک لهم عذاب مهین. پس کسی که به موسیقی غرب، موسیقی شهوت انگیز، موسیقی که در از او صدای زن باشه، سبحان الله بعض روایات داریم کسی که موسیقی به آواز زن گوش بکشه در روز قیامت الله سبحانه و تعالی در گوشها از او سرب میریزانه. هر کس طاقت داره گوش بکشه. حالا این منبر رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی از دنیا رفتن، بعد از پیامبر دیگر پیامبری نمی آیه. این منبر رسول خدا امروز وظیفه و مسئولیت این منبر از منه و فردا بعد از من دیگریه و امت محمد و رسول الله می آین پایین منبر می نشینن و اینها را باید برایشان گفته بشه. حالا کسی میخواد موسیقی زن گوش کنه، کسی میخواد موسیقی مبتذل گوش بکنه، دلیلی برایش نمیمانه به روز قیامت که من خبر نداشتم، نمیدانستم. اولئک لهم عذاب مهین. خیلی عذاب سختیه، عذاب مهین، عذاب خار کننده و ذلیل کننده دامنگیر آن انسانهایی که به لهو و لعب مشغول میشوند. آیه دیگر قرآن عظیم الشان در سوره فرقان میفرماید وصف انسانهای نیک و انسانهای صالح میکنه قرآن. حالا کسی دوست داره انسان صالح بشه، این قرآنی که برای هدایت بشر آمده وصف انسانهای نیک میکنه. والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. بندگان نیک خدا هیچ وقت شهادت دروغ و گواهی دروغ نمیدهند. یک صفت دوم انسانهای نیک و اذا مروا باللغو، زمانی که مرور میکنن از جایی که لهو و لعب ساز و موسیقی رقص و پایکوبیه، و اذا مروا باللغو مروا کراما، از اونجا بسیار به یک وجه احسنی میگذرن، تیر میشن، یک لحظه هم درنگ نمیکنن. این صفت نیکه، این صفت بندگان مخلص اللهیه که هیچ وقت شهادت به دروغ نمیدن، وقت به لهو و لعب و کارهای بیهوده روبرو میشن از اونجا به نیکی عبور میکنن. و اذا مروا باللغو مروا کراما. پس سروران عزیز و بزرگوار، چقدر امروز من و شما به این فتنه بزرگ و این فتنه خانمانسوز امروز ما روبرو شده ایم که از هر رادیویی که دور بدیم صدای رقص و سما و پایکوبی و اینهاست، صدای موسیقی است. چگونه موسیقی؟ موسیقی که جمهور علما او را حرام دانستند. جمهور علما. قرآن عظیم الشان چقدر با آیات متعددی تاکید میکنه نسبت به این مسئله. در تفسیر روح المعانی در تحت این آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث می نویسد
میگوید موسیقی به تمام ادیان حرام بوده. سبحان الله. یعنی هر پیامبری که آمده امت را و پیروان خود را هشدار داده که با این عمل شیطان و با این صدای شیطان و این آله و اسبابی که شیطان داره و گمراه کننده امت نزدیک نشوند. تفسیر روح المعانی را بردارن، هر برادری که با این تفسیر دسترسی دارن ببینن که روح المعانی در تحت این آیه چی تحریر کرده و چقدر موسیقی را از اعمال شیطان و از اعمال این که آهکی که در ریشه انسان و در روح و روان انسان ریختانده میشه. اما امروز او را میگن غذای روحی. زن برقصه بخونه و جوان نگاه کنه، این میگن غذای روحی. عجب غذای روحیه که در دنیا خیلی دانشمندان و فیلسوفان و خیلی شخصیت هایی که دکترا و ماسترا و فوق دکترای خود را گرفتن، اونها را جمع کنید از تمام دنیا، دانشمندان را بگویید شما دانشمند شده اید، در عمر خود در 24 ساعت چند ساعت شما موسیقی گوش کردید؟ هر جا موسیقیدانی بوده و موسیقی که او را جمهور علما حرام دانستن، بعد از عمر خود یا نگاه کنیم که اول هیچ نشده در عمر خیش، نه دانشمند شده، نه فهمیده شده، نه دکتر شده، نه انجینر شده، بر علاوه که چیزی نشده در اخیر عمر خود را حافظه خود را هم از دست داده، به دیوانه شده. پس به اینه که سروران عزیز باید ما متوجه باشیم که امروز فرهنگ‌های بیگانه خیلی بین جامعه. امروز ببینیم که در افغانستان ستاره قرآن شد 10 روز در بین جامعه نماند، یا کسی او را کمک نکرد، تمویل نکرد، یا این که بالاخره مشوق نداشت. اما چقدر به نام ستاره افغان جوانان ما را به گمراهی میکشانند، او را تشویق میکنند. چقدر برای اونها جایزه هایی که از این کشور به این کشور اونها را انتقال میدن و جوان ما هم رجوع میکنه، بالاخره افتخار هم میکنه. حالا خبر نداره که این راهی ازی رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که پول چند چیز حرامه. یکی ان ثمن الکلب، از فروش سگ. کسی سگ خرید و فروش بکنه پولش حرامه. این که سگ جنگی میشه و قماربازی میشه او که سر جایش. سگ خرید و فروش حرامه. ادامهش میفرمایه بعد از این و کسب الغنا، کسی که آله و اسباب موسیقی را میسازه وقتی به فروش میرسانه، این کسب حرامه. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که میره به جای موسیقی مینوازه و از او پول برای خود میگیره، این پول حرامه. حالا چقدر بین جامعه یک نفر گناه میکنه، گناه انفرادی. یک نفر اگر مطرب و موسیقیدان رو به خانه خود دعوت بکنه، یک شب تا صبح برای او ساز و اینها بنوازه، یک گناه کرده که ساز گوش کرده. اما او کسانی که به محفل و مجلس خود، بعداً اشاره می شود که ساز و موسیقی در کجا جواز داره و چگونه ساز و موسیقی جواز داره. این ساز و موسیقی که در او تحرک شهوت بشه و خواندنهای غیر اسلامی به خواندنهایی که در عقیده برابر نباشه، او را جمع کنه، بالاخره در یک تالار 500 نفر هم نشسته او ساز و موسیقی می نوازه. حالا این کسی که این مطرب را آورده گناه 500 نفر را به دوش گرفته. حالا خودش که یک گناه کرده، دیگرایی که این موسیقی را شنیدن یک گناه برای هر فرد شده و هر فردی یک گناه برای اون کسی که عامل آوردن موسیقی شده برای او میشه. این سروران عزیز و بزرگوار، بحث موسیقی خیلی بحث طولانی است. فقط آیات را به خدمت شما به عرض رساندم که در چندین آیه و چندین مفسر که از او جمله عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود، اکرمه و مجاهد و اینها مفسرین بزرگی هستند که در تحت این آیه اشارات داشتن نسبت به حرام بودن موسیقی. احادیث انشاءالله در بحث دیگر در هفته آینده انشاءالله احادیث و نظر فقها را بیان میکنیم
و این که بیان میکنیم کدام موسیقی، یک قسم موسیقی جواز داره و او هم به خاطر اینکه تا هفته دیگر جوانها باید خود را آماده کنن که چگونه موسیقی جواز داره، آیا در تحت این تلویزیون ها و رادیو جواز داره. فقط یک موسیقی که دف باشه و در از او هیچ خواندنی از عضو از اعضای بدن زن نباشه، موسیقی که در از او اشعار شهوت آمیز و تحرک آمیز نباشه و موسیقی که در از او حرفهای خلاف دین و قرآن و مذهب نباشه و او هم فقط تنها با دف، با دیره. او هم در چی موقعی؟ در موقع نکاح، در موقعی که مسافر از سفر می آید، در موقعی که موقع صحنه جنگ و جهاد و مبارزه و اینها، و همچنین در موارد دیگر شادی که انشاءالله در هفته آینده روی این موضوع بحث خواهد شد. وقت ما تمام شد. الله تبارک و تعالی برای ما توفیق بدهد تا اینکه خود را از این صدای شیطان، که این موسیقی های امروزی صدای شیطان شده، اینها زهر شده و بر حلقوم روحها ریختانده میشه. اگر یک جوان کار در به دست بگیره بر جسم خود بزنه، صدها نفر دست او را میگیرن. اگر یک جوانی یک گلاس زهر را بنوشه، صدها نفر دستش را میگیرن که برادر خور نکش. اما این موسیقی های امروز، این موسیقی های مبتذل، این ساز و سرودها، اینهایی که رقص و سما و پایکوبی و اینها دارن، اینها چقدر، اینها خیلی مهمتر از اون زهری که بر جسم ریختانده میشه. اینها گلاس های زهریه که بر حلقوم روحها ریختانده میشه. امیدواریم که جوانان عزیز ما متوجه باشن و هیچ وقت فراموش نکنن این آیه‌ای که صفت بندگان نیک الله، هر کس دوست داره بنده نیک الله بشه، این صفت چیه؟ والذین لا یشهدون الزور، هیچ وقت گواهی به دروغ ندهد، یعنی حرفی به دروغ نزند. و دیگر این که و اذا مروا باللغو مروا کراما، هنگامی که از کنار موسیقی و آوازخوانی که شریعت او را محکوم کرده از کنارش وقتی میگذرن، بسیار با عجله بگذرن و تا حتی اگر توان دارن دستان خود را به گوشهای خود بگیرن که صدای موسیقی را یک لمعه هم نشنون، به یک چشم زدن هم نشنون. خدای تبارک و تعالی همه ما توفیق بده تا این که به احکام قرآن عمل کنیم. الله تبارک و تعالی برای آن برادرانی که فریب خوردن، آنهایی که رفتن به ستاره افغان، آنهایی که موسیقی های غرب و موسیقی هایی که خلاف شریعت می نوازن، الله اونها را هدایت کنه. الله تبارک و تعالی برای اونها توفیق بده که احکام قرآن و فقه اسلامی خود را مطالعه کنن و اونها مطالعه کنن ببینن کدام موسیقی جواز داره و کدام موسیقی جواز نداره. به همین ترتیب پس مسئله جوازش به این نشه که کدام موسیقی. جمهور علما همه موسیقی را حرام دانستن، فقط بعضی دف یعنی دیره را برای مسئله نکاح، مسئله که بعضی عروسی ها و شادی ها و اینها جواز دادن که به هفته آینده انشاءالله روی این موضوع دلائل احادیث و دلائل فقها و بزرگان دین را نسبت به این موضوع اشاره می کنیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام.